سلام عشقم، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون عالی باشه. دم همتون گرم واسه حمایتاتون و به خاطر حمایتای شما 100 تایی شدیم. دم همتون گرم. و اینم که همونجوری که قول دادم اولین ویدیو لانگمون میذارم و اینم اولین ویدیو لانگمونه. و اینکه یه دوئل داشتیم با یه بنده خدایی، چون لولم پایین بود میگفت نوبیو، اینا من پدرم دارم تا بتونم با این دوئل بزنم. هر کیکمون میکرده ای فوش میدادم بیسا. و اینکه اولش داشت خیلی خوب منو میزد، فشاری میکرد و واقعا فکرش نمیکردم و خوب پلی بده. بعد گفتم بذار قانون رو عوض کنیم ببینیم چی میشه. اینجا هم با تونلو ما زد، اصلا من ندیدمش ولی خوب. و اینجا علی یه خورده ترای هات شروع کردم بازی کردن و اینکه اینجا نیافتاده 5 تا خوردم و یه ذره میسام هم زیاده بخاطر دست اولمه. نگه داره نیا کنید خدایی، پینگ رو نیا کنید، دیجستاتی رو نیا کنید. میزنم بعد از 2 دقیقه تازه میخوره. آره داشتم میگفتم دست اولمه یه خورده دستم هم گرم نشده بخاطر میس زیاد میدم. وسطای بازی که دستم بهتر گرم میشه میسام تنگتر. و اینکه اینجا هم که قشنگ ترایادی شروع کردم این ور اون ور این بگید وسط هی باش. یه سبک بازی دیگه، بالاخره هر کس سبک بازی خودشه داره. اینجا اومد اسپان ترپ کنه که یه ویدیو 8 دقیقه حدودا گذاشتم اونجا که حوصلتون سر نره. من شاید نتونم تو کلش صحبت کنم. و اینکه خیلی هم بعضی میگفتن، حالا جزو رفیقام میگفتن تو ویدیو خیلی ونکه میگی. این ونکه گفتن من به خاطر اینکه فکر کنم چی بگم، چون از قبل مثلا بعضی میان مینویسن میان وایس میگن، ولی من همون موقع اینجا هم زیاد داشتم که بالا رفتن اعتقاد میگم اعتقاد بالا میرفت، بالا بلندی دوست داشت. آره دیگه فکر مثلا میتونه بزنه نمایشی بخواد بزنه میزنه راحت. داشتم میگفتم خیلی جا میاد و اینکه زیاد میگی و این به خاطر فکر میبینی الان من فکر میکنم چی بگم. آره برای من فکر کنم برم چی بگم به درد چی میخورد. اینجا هم تراب کشته بود نزدیک برم باشه. آره دیگه و اینکه فعلا دیگه تا 2 دقیقه تونستم صحبت کنم و هر جاش دیگه نیاز بود صحبت میکنم ادامه میدم. پناتون نمیذارم فعلا ولی با وایسمو دیگه قد میکنم چون چیز ندارم بگم. دمم گرم. میونه دیدن تو اومدم بگم که آقا شما بازی میکنید میبازید میبرید آقا فوش ندید. چرا فوش میدید؟ بعضی دیدم واقعا میان فوش میدن، فوشتون نمیدونم جد آبادشون میکشن وسط. اصلا مگه ایرانی نیستید؟ باید از هم حمایت کنید که به جایی که فوش بدید، به جایی که دربیری بگید به هم مثل خارجی ها اصلا بازی کردید بازید اوکی باشه میگن جی جی دمت گرم، خیلی بازیت عالی بود. مثلا عربا نباشیم که مثلا فوش میدن. مگه ما نسلمون نسل عرباست؟ با پارسیم درسته؟ بخاطر این فوش ندیم، سعی کنیم کمتر فوش بدیم و اینکه بیشتر از هم حمایت کنیم. میگم اینجا هم سگشو گذاشتیم. نگاه کن 118 تا تو هل سگ زدم دمش کرد. برقام ریخته بود اینجا بخون. و اینجا گفتم بذار هم سگشو بزنم خودشو. آره داشتم میگفتم کمتر به هم فوش بدیم. همش مثلا میگن فوش میدیم طرف باخته. آقا باخت اوکی تو بازی بهتره، وسطش چرا میای فوش میدی؟ یا طرف باخته میاد فوش میدی چیکاری نمیدی دی ان اس پلیری ربطی نداره. طرف مثلا این پینگش اوکیه، منطقه که هستش جایی مثلا من نیست پینگم تو ببخشید آره باشه. و آره به خاطر شاید بچه مثلا دیگه نمیشه فوش. آره کمتر فوش بدیم. همین می‌خواستم اینو بگم که فقط کمتر فوش بدیم، بیشتر حمایت کنیم و بیشتر همدیگه رو تشویق کنیم. تمام. فعلا تا اینجا دیگه حرفی ندارم بزنم.
باز اومدم من میخواستم اینم بگم که خیلی به من میگه چیته، به خاطر که تو بازی که انجام میدم، حالا تو ویدیوهای کوتاه هم دیده باشی شاید، خیلی از شاتام هدشات میشه و واقعا خودم موندم چی بودیه، اصلا شاتام همینجوری ول میدم ولی هدشات میخوره. خیلی از رفیقام میگن چیتری نمیدونم فلان چجوری بغل ما بازی میکنه هد نمیزنی میزنن. من به خاطر اینکه مثلا بغل ما بازی میکنم چون انگشتی و گوشی هم دادم مثلا میشه نمیبرم دیگه، بازی مثلا داغون میشه وقتی انگشتی ندارم. انگشتی فقط میتونم پدر بدم جدیدن، اما موقعی که انگشتی گرفتم بازی من واقعا بهتر شد. حالا دیگه خیلی وقتا هد میزنم، خیلی هم میگن چیتری و همش داری هد میزنی، واقعا نمیدونم واسه شما هم شده مثلا توی یه مچ زیاد هد بزنید یا مثلا کاراتون هم حتی هد بخوره. خیلی سوال شد واسه همینم که وسط دیدنتون بپرسم، دوست داشتید کامنت جواب. مثلا یکیش همینجا مثلا دیدید هیپ فایر زدم هد شد. خیلی اینجوری میگم مثلا چیتری. و اینکه به آخر بازی هم داریم نزدیک میشیم. دم کسایی که تا اینجا ویدیو دیدن میگم لایک و حمایت تمامشون نشه، همشون واقعا عشقن، کسایی که ساب کردن، کسایی که انرژی میدن، کسایی که کامنت میذارن، واقعا دم همتون میگم. و اینجا سگشو میاد، یعنی سگ میذاره اسمش واقعا نمیدونم، سگش میاد و من اینجا واقعا فشاری میشم. آخرای بازی بود دیگه، از کلاس هم حسابی من میگفتم 2 بار استفاده کرد اینجا درس براشم سگش رو. بعد گفتم خب نیا کن یه بار منو کشته یه بارم سگ انداخته، ولی دوش گفتم از کلاسش استفاده نکنم، دیدی فشاری شدم 2 با کلاس زدمش. بعدش هم دیگه یه دونه شات زدم در پیشش رو گفتم بودو بینم. این بازی هم که با فکر کنم نمیدونم 18 بود 19 بود یا 20 بود نمیدونم دقیقا 16 بردمش. و اینکه حالا دیگه خودتون هم میبینید، ولی کسی که تا اینجا ویدیو دیدن واقعا لایک نکنید، حمایت نکنید، واقعا ظلم بهتره واسه من دیگه. اینجا هم دیگه آخرش دم همتون میگم، حمایت فراموش نشه.